میذاره سوار شیم. الان میگه نه این همه رو مندازه فقط به ما میذاره. نه براش میذاره بشه نذاره. چطوری نگاه؟ آروم دخترم، آروم بابا جون، آروم. بذار دست بالا نکنه خودشون میاد. اینا چه قنر شدن؟ چی دختر؟ اینا چی مسابقه ای شدن؟ سرا؟ بابا خب خوب مخورن نه جو بزیاد نترسن. قریبه میکنم. چی سرا؟ چی بابا؟ چی که بابا؟ یالا ترسیم وگرنه خوب میام. بغل چی میکنم؟ نه بیادب نشو. نه گوشی دستمه میترسن. نه اصلا نمیشناسم. باستا نگاه وضعیت نکن. چی کیفی ما کنن. یک باغ بی بزرگی در اختیار. الان زمستونه هیچ بدنشون کثیف شده. اینا تابستون همچین براق میشن که بوده بسر بوده بابا هی میرزایی رفتنشون مثل گرم کردنشون. یاره خوش با حالت اسم. با اون نگاه 60 واقعا خوش به حالت. ما که به کارگری افتادیم، به کون دادن افتادیم. با این نگاه خوش 60 کیلومتر شاید آسون باشه. 60 کیلومتر داشت فوق کرد. دیدم استوری تو. میام تو هم میگیرم. ای بابا هر روز میام صداشو میکنم شیه میکشن. امروز شانس تو بود. امروز ما رو دیدم براشون غریبه. نه اصلا بعضی روزا کیف بکنشه. نگار واسه چی بابا چیه؟ نگار موقع فلشه. فلش چیه باز؟ این بالا بودن واسه بگم تو اوکیه؟ بیان بشن اول خانم بزرگا اوه یاره واقعا خوشبال. من ایزینه اونا همه دارم تشکیلاته. ای جونه بذار الان ببینیم اشغالش همه کجاشه. بعد که از اول خواستی فیلم بگیر اون موقع فیلم بگیر. نه فیلم رو ادیت میکنم کاز ما مگه ایرانسل اینجا آنتن داره؟ تو هیچ زنگ میزدی ما داشتیم فیلم میگرفتم. داشتم فیلم میگرفتم دیگه. از دورایی به این ور فقط فیلم. نگاه کن موقع فیلم میگیری یکم بذار عادت کنم بعد چی کن صحبت کنم. چند وقت نست نقشو نکردم. بیا سره بابا اگه بگم چه نکنه در بابا اگه بگی چی ببسر هیچ. خیلی سخت اعتماد کرد. اول آورده بودن اینو زده بودن نگاه رو نه قرآن الان این از بیشتر رفیق شده. اما به حدی این دوتا رو با هم آوردن. اینا داداشم با به حدی بد ذاتی که اگه بخواد بزنه اون روز جعفر نادری میگه اگه این بزنه اصلا مکشت چون نمیترسه از آدم. پستو بسر بابا پستو بابا یکم قشو کنه ها بابا قشو کنه. این اصلا نمیذاش نزدیکشی. پستو بسر نه بابای سن پستو
بابا که بشو کن بورا بسته پسرم کسی شده دیگه یک کره اینجوری بخواد واسطه دیگه آخره چیه هم کره‌ای که آزاد باشه کره آزاد باشه تو الان کره تیک اینستا میبینی با مثلا پشت میکنن واسه یک همش تو باکس از زندانیان آرومن اینا همش آزادن فکر کنم سیبونه چی بعد اینجوری وامستن بدون دست کردن وامستن اینقدر که با اینا کلنجار رفتن واستا روز نشو تمام این فیلماتو تو یوتیوب میذارم آموزشی اگه داری بده دیوانه و بینندگان یوتیوب نه ما خودمون هم مبتدیم اون کلیپی که با نگار صحبت کنم میگم قلب بزن دیدی؟ نه بهش میگم دختر قلب بزن دراز میکشه قلب میزنه استوری کردی که استوری کردی دیوانه اون برای ما یک چند وقتی فقط یوتیوب مرام انجمن اسب ترکمن صحرا بحث انگیز بود میگفت چجوری تو 2 ماه چی کرده که اینقدر فرمانپذیر شده فکر کن بهش گفتم دختر قلب بزن تمیز دراز کشید قلب زد نه بیادب باز بیادب شدی بابا این زرده همش بوران به دومان زور میگه مزنش چیه پسر میگه سرش چی میکنه یعنی که میگه اذیتم نکن چیه بابا چیه پسر نه بابا دوست داره میگه این که وامسته یه جور یعنی اعتماد داره وقتی گوشاش میگه که چپ یکی راستی یعنی چی الان حس آرامش اعتماد داره وقتی گوشا به جلو یعنی چی یعنی که میخواد ببینه کی هستی بشناسه وقتی گوشا عقبه باید فرار کنی دیگه وقتی گوشا عقبه یعنی چی احساس خطر کرده میخواد بزنه کست درستت کنه یکم دیگه کنسانتره کنه اینا رو از به سگا هم از همینا میدن نه قضیه سکفر نه دیگه تو بسته دیگه پسر کنش بیا آقا بودن خجالتی بیاد بابا بس به داداشم برسید بیا دستتو باید موقع به اینا قسمدی چسبیده بگیری خدایی نکرده انگشتت بره لای دندون اینا از دندون سگ و چی اینا خطرناکترن همونجا تیکه میکنه بیا جلو بابا رخ بنما قربونش بشم گردن با دست و پا رو مولان هستن میگه بدن سازه تا حالا زیاد کرو هست نه حالا چند از این کرو تو قلر ببین اونا در برابر اینا خر حساب میشن قربونش بشم قبل و بعد اینا رو بذاری تو این استا پشما همه میریزه بفتره چی میدونستن چیه پسر چیه نگاه الان گوشش داده جلو داره گوش میکنه نیست چی میگن چیه بابا چیه ها آره بابا واسه چی کنه پشو کنه پسر چون خیس که میشه بدنشون این خشک میزنه یکم قشر اذیتشون میکنه قبلا راحت‌تر میذاشتم قشر کنی الان یکم مقاومت قشر هم پوستشون رو بردار میکنه هم تمیز میکنه هم آروم میکنه بوران کف نریزه موقع قشر میکنی باید توی حالت واسی خدایی نکرده عقب واسی سری نچرخه دستت که اینجا باشه سری نچرخه لغت بزنه چون اسب دیگه دفعه میبینی راه میکنه صدم باش رفیق نباشی این از یه چیز کوچیک راه میکنه حالا قانونیش یه که دستگردان دستت باشه یعنی از اون تنابا بس کنی به این چنگی زیر گردن اما یکی میبینی الان یه جوری واسطاده دیگه اینا جزو مثلا عجایب تو پرورش هست به یک کره رو یه جوری آموزش بدی که اینقدر اعتماد کنه واسطه یه کره های میلیاردی رو جوری میکنن بستو بروش بعد او هیچ الان شاید خیلی از اسبای 3-4 ساله همروستا خب بهشون میگه دست و پا رو بده بالا نمیدن بالا اینجا رو نگاه کنید اینجا نگاه کن عشق بابا پسر دست بالا بابا دست بده بالا دست بده بالا دست بالا فداش بشم گاز نه فداش بشم پسر خوب آفرین بابا برای نر زدن خیلی از اسبای روستا هنوز 3-4 سالشون این کارو نمیدن برای تمرین نکردن انقدر که با اینا برنرفتن نگاه انقدر که اعتماد میکنن بوس دیگه بوس نشو حالتی بهت بگم حواسم نباشه گازم میگیرن ترکمن جزو آرومترین نژادهای دنیا اما سخت اعتماد کنه موقعی هم اعتماد کنه میگن دیگه خیلی سخت ممکن است صاحبش چیش تو بابا یه اصلا یک جوری بود که کلا میومدی تو باکس فقط کنشو میکرد با آدم فقط میخواست لغت بزنه ما نسبت آروم اگه احساس آرامش داره چی بابا به خاطر آرامش چی پسر چی قربونش بشه
به این کسچه گفتم باش راحت باش. نگار هم که دیگه سلطانه. نگار مادر دومانه دیگه. نگار مادر و قهوه‌ای. اینا بابای جفتشون یکیه. عکس باباشون گذاشتن تو استوریا. سرکش پوریا، اما مادرشون دو تا. مادر بوران هم سفید. اگه توجه کنی دست و پای بوران همون سمندر همین زرده خیلی قوی تره. اما دومان نمایشی تره، باریکه، با پرستیژه. اما این قدرتیه، قلدره. فهمیدی؟ نگار خانوم این هم که دیگه تانک F-21 آمریکاه. قربونش بشه. ماشاءالله ماشاءالله دختره. عشق باباش.